خب سلام به همه دوستان. اومدیم با یه ویدیو دیگه اینجا چی کنیم، از این کارا کنیم. فعلا حساب کنیم تا اینکه بازی لود کنه. لطفاً قبل اینکه بازی بیاد ویدیو رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ممنون میشم. خب ببینیم اینجا چه جای یخی که نیست. خب ما همیشه در اول بازی باید یکم چوب بکنیم. یه لحظه بچه ها، یه لحظه من برم یه آب بخورم. خب خیلی ببخشید. حالا خب داشتم میگفتم همیشه اول بازی باید چوب کند. 4 تا یا 5 تا همیشه باید چوب بکنیم. حالا من همیشه 5 تا چوب میکنم که حداقل ذخیره هم داشته باشم. خب چطور شد؟ یه لحظه. خب حالا میریم از اینا درست میکنیم که نمیدونم اسمش چیه. یه کرافتینگ تیبل با تیک چوب، بازم چوب درست میکنیم. خب حالا اول کاری کرافتینگ تیبل رو باید بکاریم. میریم داخلش، یه دونه این، یه دونه این، یه دونه کلنگ، یه دونه ای بابا یادم رفت. اصلا یه دونه شوخ با یه دونه بیل. خب درست شد. ما الان ست کل اینا رو داریم. اول از همه بازم میریم چوب بکنیم یا اینکه غذا جمع کنیم. ولی مهم باید اول از همه باید بریم چوب بکنیم، چون خود این موقع کنار من بود حالا کشتمش. یا این خوکه دادا نرو، کارت دارم. خب لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باش. خب داداش تا اینجا دیگه اومدی، حداقل اون دکمه سابسکرایب و لایک رو بزن دیگه. چقدر چوب شد؟ خب 9 تا. من کرافتینگ تیبل رو نکندم ای بابا. خب میریم حالا با اون بیلی که داریم حتی بیلم نمیخواستم من چرا. حالا کرافتینگ تیبل رو میکنیم، بازم میریم چوب میکنیم. این باید بریم اول از همه بگردیم یه روستایی، ویلیجی چیزی پیدا کنیم. یه آیرون غلامی چیزی. حالا من به چی میگم غلام، شما فکر کنید همون چیه، محافظ شهره، گلر. چی میگه؟ خب باش بیا. نمیگیره بچه را.
دادا برو بفرما. خب دیگه 22 تا چوب شد. حالا میریم واسه جمع کردن غذا. بود طبعا من یه بار اشتباهی زدم. حالا همیشه با شمشیر بکشین. مرغی چیزی غذای چیز خواستین بگیرید همیشه با شمشیر بکشین. اگه بخوای آدمی چیزی بکشین هم طبعا هم میشه. حالا ولی من میگم با چی بکشید بهتره، با شمشیر. خب والا من هر موقع از این کدو تنبلا دیدم، یعنی یه ویلیج چیزی کنارمونه، نمیدونم توی پلی استیشن هم با اینجا که اینطوری بوده. حالا نمیدونم یکم میگردیم اول دو قوشی رو ببینیم. اوه چه دریایی. واقعا بچه من اون ور یه دونه آهن دیدم ندیدم. اوه حواسم نبود. باید وسیله همونو چی کنیم؟ سنگی کنیم. همش این وسیله سنگی کردن یادم میره. چرا باشه تو کامنت ها همش به من بگید که وسیله تو سنگی کن. یادم میره. حالا تو پخش زنده اگه خواستیم بریم. حالا من تازه اول کارم مثلا یوتیوب بلد نیستم فعلا دیگه. اینطوری شده. خب یا چند تا زغال هم میکنیم. حالا شاید به درد بخوره. آره زغال که به درد میخوره. حالا به درد میخوره. خب حالا میریم. خوبه دیگه. انقدر زغال چقدر شد؟ خب خب 6 تا شد. اوه چه حال میده واسه ماین کردن. ولی الان دوست ندارم ماین کنم. البته باید ماین کنین. یعنی ماین همون معدن میشه دیگه. کرافت هم میشه معدن کندن یه چیزی. حالا من تو اینترنت که این معنیشو این شنیدم. حالا نمیدونم واقعا این میشه یا نه. خب مثل اینکه وقت نداریم. سریع باید وسیله همونو سنگی کنیم. جان آها از اینو کم دارم. خب از اینا کلنگمو گرفتم. خب نه کلنگ نگرفتم. وایسید یه لحظه زامبی نیاد. بوده گندش زوزی خدا. یا حسین داداش به نظرت شیرجه بزنم یا نه؟ نه من نمیزنم خیلی فاصلش بده. یا حسینم وای ننه جون من کمک میخوام. برو تو سری خدا. خب یا حسین زامبی. من اون وری که بودیم فکر کنم یه دونه چی دیدم آهن. حالا نمیدونم آهن بود مس بود چی بود زغال بود. اوه دادا دروازه است یا نه چوبه درخته؟ نه درخت. خب حالا دست ببینم. فعلا اینجا محاصره شده با زامبی. نگو بومبسته. خب خدا شو بومبست نیست. نگو حالا این راه بومبسته. نباید بچسبیم به چیا. خودم هم یارم گفتم نباید بچسبیم به خشکی. وقت امکانات کمه. مثلا وقتی یه جا که زامبی زیاده. خب
بوگاتیمون رفت تو دیوار. غلط کردم. چیه؟ اینجا ببایی نداره. من تخت میخوام. حیف که برم تو. هر چیز زامبی بوده منو کشته. مرغ خامم که بخورم بعضی موقعات مریض میشدم. دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. دیگه آهنی داره. دادا بیا بیا. دادا بیا کارت دارم. خب غلط کردم. یا حسین مظلوم نمیخوام صبرتون کنم. خدا غلط کردم. بقاتیم اونجا بود که پسرت کنم. این دوتا رو تو رو خدا نگاه کن. این میفته اون میگیره. اون میفته. سریع سوار بوگاتی میشیم و یه دونه لگت به این میزنیم. خدافظ. دوتا به ایف که جونم کمه. میگرم همین رفته بودم اونجا. دوتا ویلیجه خونه است. چیه؟ چرا من تا حالا اینجا نیومده. نمیدونم این چیه. از این هست. از این توسی ها روش هستم. به نظرتون برم؟ نرم. نه نمیرم. جونم کمه. میترسم. بخاطر همین نمیرم. داداش اینجا باید یه ویلیج چیزی داشته باشه. مشکوک میزنه. وایسید ویلیج دیدم. نه چمنه. وای تو چشش نباید اینجا هرگز نگاه کنی. میگرم میفته دنبالت. مثلا من که تو غلط کردم. نه پر تو قایق. نباید نزدیک خشکیشیم مگه نه. تریکیدیم. خب صاف رفتم نزدیک خشکی. چقدر دیوونم. دادا اینجا کجا آباده. چیه هیچ درختی نداره. فقط این ور درخت داره. وای بابا دوباره یه از این ویدیوی مزخرف اومده. کاش این ویدیوها رو نساخته بودم. هنوزم که صبح نمیشه. حسین سر رفت. یا حسین مظلوم. به نظرتون برم تو. اینم تو وایس بوگوتمون بگیریم. دو کنده شد دیگه. حتما باید تبرم میشکست تو کنده بشی. چیه نکنه من دارم دور خودم میچرخم. دور خودم میچرخم. وای غلط کردم آجی. خدا غلط کردم. برو بمیر. وای چی بود؟ دوتا دیدی دوتا الکی ترکوندم. حیف شد حیف. وای بابا یه لحظه بی خیال. بودو بکن. غلط کردم بابا. خدا غلط. من چرا اومدم تو این جنگل زفرتی؟ بوتیمونو میذاریم سوارش میشیم. بابا سوارش شد تو جون احمد. خب زامبی باشتمون نیست. نه خب بریم. بودو نکنه دارم برعکس میرم. من برعکس رفتم. حالا این ونه بیلیم اگه برعکس بود که میفهمین دیگه. من برعکس رفتم. میشه تو کامنت رو بگی؟ نه درست دارم میرم. بله درست دارم. داداش
داشت اینجا فکر کنم واسه ماین کردن خوبه نیست. ببین یه لحظه اصلا این تو قاره این بابا این ای وای بیا دنده آقا میگیریم. ببین که این ور این ورم بد نباشه. این ور بریم چون آخه کوهی تره، چون آخه همیشه میرفتن دو جای کوهی. چی پیدا میکردم؟ طلا و آهن. خب حالا فعلا که شب بیایم بیرون زامبی ما رو خوردن. خدا برو پایین سریعتر. مثلا ببینید بشید قفلی یکم بیاد بالا. تو خدا نگاه کنی اینا خورشید از زیر پامون در میاد. اگه زیر پامون خشکی نباشه ای خدا. بیا دیگه سر جون امت بیا. اینجا نیست که بابا، بیا دیگه ولش کن بابا. تا کی میخوایم وایسیم؟ میتونم خودتون دیده باشید اینو خنگه رو. ببین دیگه تو چشت نگاه کردم، جرأت داری بیا تو آب. دادا غلط کردم. وای جا خالی رو داشتی؟ وای چطوری تا اینجا تیرش میاد؟ خب خدا رو شکر بره سرشم که چقدر همزمان. وای مثلا دکمه چیزی رو زدم آتیش گرفت. سلام من تو ششت نگاه میکنم چون دهنت بازه میشه. دادا دده به لعنت مردی. ببین دیگه دارم تو ششت نگاه میکنم مثلا میزنمت. کجا میری؟ ترسو مثلا این ور میره. او تخم شربت. بچه ما این لحظه کجا دادم؟ لشکن بابا اینجا مهم کردم بد بود. چرا اومدم اینجا بایستادم؟ اینگاه تو آبه، رو زمین صاف هم خوبه. خب بذار اینجا ایست کنیم یا ایسکا بکنیم. گوتمونو میکنیم چه طول کشید. میریم اینجا ببینیم. من اینم استفاده میکنم. الان اینو استفاده میکنم. خب حالا بابایی چقدر دیر گفتم واقعا. داشتم فکر میکردم دیگه بخور بهش دیگه. میمه میکنه مثلا. بابایی جمعنا یه تق بسازم. وایسا ببین یه حرکت میکنم انجا بدم. خب اینو کپی کردم زاش ببخشید. این حرکت بالی تو چقدر بابایی داره. بابایی تو بازی گوشی دیدی مثل خودم باهو شینی بابایی شیطون بلا با مزه او ناقلا. خوبه واسه ماین کردن. خوب بریم بود باید اول از همه تجهیزات درست کنیم. بودم رفت بابا من هر جا میگم واسه ماین کردن خوبه توش آبه. مثلا اینجا رو میخواستم بگم واسه ماین کردن خوبه ولی توش بازم آبه. نه آب نیست. بله آبه ولی احساس کنم توش چیزای خوبیه. دادا نرو تو. دادا ای بالا. دادا یه لحظه. دادا بلعنه از اینا درست میکنیم. اول باید یه کوره درست کنیم.
چقدر شد؟ من سنگ داشتم مثلا کرافتینگ تیبل. خب شربت رو نیاز نداریم. تخم شرب نه. کرافتینگ تیبل رو میکنیم اینجا. تو از این درست میکنیم. حالا تورچ هم درست میکنیم، میذاریم جای این میذاریم جای بوگاتی. خب اینو میکنیم، میریم واسه ماین کردن. درود دادن. ای بابا یه کاش این ویدیو مزخرف رو نمیذاشتم، اصلا درست نمیکردم. این داشتم چیه؟ یه چی هم نداشت بابا. من چقدر بدشانسم. یه آهن جلوش. حداقل فقط زغال داره یعنی چی؟ حداقل زغاله. دو تا برو دیگه، اصلا اینجا قرار نبود ماین کنم. دو تا برو. بابا این چیه؟ بیمیری. ببخشید. کرفتیم رو گرفتیم. بله گرفتیم؟ نیدم گرفتیم. این بده بیا بغل. وای گرفتم. چی میرم گرفتم نگرفتم. خب چرا صدام گرفت؟ خب این بهتر شد نشد؟ فکرم بهتر شد. چرا احساس کنم دارم دور خودم همینطوری دور میزنم؟ کاش کنم از این محله، از این منطقه یا محله برم. آهن بیلو که بدرد بخور نداریم. بدرد نخور. خب داریم. وای خبه میشم. وای الان آهن بزوفه برسرم. چیه این اینجوری کردم؟ برم بازم آهن داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه یه دعا بکنید قبل کندن که بازم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهد برس داشت. تو اینو بگیرم به نظرتون؟ میگیرم. بدش کو. گرفتم دیگه حتما. نظرتون با پشم. اوی دیگه رفت دیگه از بین رفت. بلش کن. خیلی پشم خودمون رو به بارد میدیم. بارد چرا اینطوری گفتم؟ ببین اینجا واسه ماین کردن خوبه، ولی میترسم یه آب بیاد تو خفشم. بخوریم پس نمیریم. میریم تو. چرا نریم توی زمین صاف؟ حتما باید کوه باشه. حتی کوه خوب شانسش بیشتره، ولی زمین صاف هم خوبه. من نمیگم زمین صاف بده. پس میریم. خب یه لحظه ببخشید. اینجا خوبه به نظرتون؟ خوبه دیگه. خنگ برو اون ور. خب یه لحظه اینجا من چیکار کنم؟ چرا اومدم پایین؟ بیام پایین خوبه. یکم ماین میکنیم. چرا اصلا اینجا یه خونه چی درست نکنیم تو زمین؟ خوبه من کرافتینگ تیبلم مثلا اینجا کوره و کرافتینگ تیبله. این خب دیگه سنگمون رفت اون تو.
چرا این اونور میکنم؟ فکر کنم داره شب میشه مگه نه بچه‌ها؟ یه لحظه ببخشید. خب آها نردبون. ای باید تون باشیم. فکر کنم داره شب میشه. موقعی که باید شب شه نمیشه، موقعی که نباید بشه میشه. 3 تا. ای بابا سخت شد. چقدر میخواد؟ فقط یه دونه کم داریم. ای بابا ای بابا الان اینطوری الکی حافظه من پر میشه. خب حیف شد. خب بذار ببینیم دوباره پس یه دونه دیگه هم باید درست کنیم. کو اینجاست. از این نردبونا اینجا درست شد. بیا عالی شد نه؟ خونه خوبه، فقط شست کم داره. اون الان درست میکنم. 4 تا چست میخوام. بجام پسر بودو پسر. وای بجام بیتونی گازی وایسا. چست نیست. آها از اینو باید بزنم. چست اوف. دادا بده خدا چه باز میشه هر دو. بله خب مثل اینکه داره شب میشه. میشه از شب بدم میومد. رو هر کدوم از اینا یه دونه توچ چه جای دیگه هم زدم که روشن شد. الان اینو استفاده میکنم. خب بچه ببخشید یه لحظه. واقعا ببخشید. خب خیلی اسم میکنم تو بازی خودمون مستفاده میشه. خب بچه ها ببینید من یه دقیقه دیگه یا 5 دقیقه دیگه ویدیومو تمام کنم یا نه. حتی خب الان چی نیست که لایو نیست. کامنت رو بهم بگین. نه نمیکنم تا 40 دقیقه حالا میرم بعد تمام میکنم. 20 دقیقه دیگه پیشم بایی میکنم. وای چقدر خوبه. بچه یه لحظه من جوی کار دارم. اوه خب بخشی یه لحظه بخش
یه لحظه ببخشید. خب ببخشید. ببخشید. ببین من یه مشکلی واسم پیش اومده، نمیتونم فعلا حرکت کنم. میکروفونم کندی شده اصلا. ببخشید. خب فکر کنم درست شد. خب یه مشکل واسم پیش اومده بود، الان درست شد. بچه اینجا رو ستایی کنم. حالا ستایی میکنم دیگه، دارم میکنم دیگه. این مثل لامصب هیچ وقت به درد نمیخوره. فقط میتونی باش جارو درست کنی. وای 4 تایش باید بکنم. 2 تا پله 2 تا هم راه رو. البته بهتون نگفته بودم نه. میخوام اینجا رو هم یه ماین بکنم اینجا، هم اینو اینجا ادامه بدم. چقدر مس داره. کاش این 4 تا مس بذار بجاش یه دونه آهن بود. والا اینم از این. امیدوارم آهن این چیز پیدا کنم. اگه نشد که مجبورم فردا قسمت بعدیشو بذارم. البته هدف من که همیشه یه آهنه، چون خیلی وقت آهن پیدا نمیکنم. به سختی یه دونه پیدا کردم. اینجا یه دونه بزنم که شما ببینید. خب هم به سختی آهن پیدا میکنم، هم به سختی دایمن پیدا میکنم. البته حیف که نمیتونم اونو بذارم توی چی، چون خود 1.5 ساعت داشتم بازی میکردم. رفتم توی از این چیا قاره بزرگ 2 تا دایمن پیدا کردم. ولی ای بابا چه بدشانسی ماه. چرا کلش درد گرفت انقدر خورد به دیوار. خب نمیدونمش. داشت صدای مامان خواهرام و بابا میاد. من کشنه میرن این دادو کنم. یه مشعل بزنم شما ببینید. من که خودم میبینم، چون آخه میدونیم توی یوتیوب یکم انگار بچه چی میشه تاریک تر میشه کلن. احساس کنم باید اینجا چند تا آهن باشه. حالا نمیدونم هست نیست، چون آخه من همیشه این وقتی اینطوری میشد نمیدونم اسمش چیه اینا. یه آهن یا چند تا آهن همیشه پیدا میکردم، یعنی که از این قاره بزرگ بود. میبینین تو کنم نبینین. نه فعلا معلومه که باید بذارم.
درهش اتفاق نیفتاده. ببخشید گوشیم همین. خاک اون اینجا عجیب. چقدر گوشیم پیام میاد. چون اینجا باید خاک باشه من نمیفهمم. خیلی اصلا عادی نیست. بابا اینقدر داد نزنین. یه لحظه. بابا اینقدر داد نزنین. بخشید اینقدر داد میزنم من عصبانی کنم. مجبورم اینجا نتیجه کنم. ای وای گوشی شارژ کمه. تو 4 دقیقه دیگه ویدیو تمام میشه. طوری شد. اون موقع شارژ گوشیم دیگه کلا کم شد مجبورم قطع کنم. خب ممکنه ویدیو بپره. دیگه حالا 1 ساعتی شد دیگه. مثل همه تو بیرون که ویدیو میذارن یه نیم ساعت 1 ساعت میکنن ویدیوشونو. مثل منم همونقدر شد دیگه. خوبه. حالا هر موقع شارژ گوشیم به 1% 2% رسید مجبورم برم بیرون و خداحافظی کنم. به سرگیجه نمیگیری. خیلی بده. چون ای با دوباره کلنگم شکست. ای چند تا کلنگ درست کنم این نرم بالا بیام پایین. نگاه قطعا باید سرتون گیج بگیره. استیدیم. ای بای. خب مثل یادم رفت چیکار کنم. کجا رفت؟ اینجا داشت. دیگه 3 تا درست کردم دیگه. خب من خودم حالت هوا گرفتم. عالی. خب چه شارژ گوشم من این لحظه نگاه کنم. 5% شده. ازش کم نشده. چند دقیقه شده؟ 39 دقیقه. قرار بود تا 1 دقیقه دیگه قطع بشه. حالا ولی خاطر شما بازم قطع نمی کنم دیگه. اگه تا اینجا دکمه سابسکرایب و لایک رو نزدی دیگه تا اینجا اومدی چون بزن دیگه. خب دیگه واقعا حیفه. تا اینجا اومدی داری میبینی بزن دیگه. اگه زورت نمیسی لایک رو بزنی حداقل سابسکرایب بزن. یعنی که اصلا زورت نمیسی سابسکرایب رو بزنی حداقل لایک رو بزن. هر دکمه که میتونی بزن. حالا ولی تا اینجا اومدی به نظرم هر دوشو بزنی به ضررت هم نمیشه. نه به ضررت میشه نه به سودت میشه. چه نمیشه. فقط 2 تا دکمه زدی. شوازم چقدر شد. هنوز هم 5 تا چیزی گوشیه. 2 دقیقه گذشت هنوز هم تمام نشده دیگه.
اینجور که گفتم فکر کنم خسته شدم. این چیه؟ وای what is this؟ غلط کردم دادا. ای وای. خب بچه ها اینم از ویدیومون که حتما یادتون باشه یه تخت بسازید و روش کلیک کنین که هر چی زحمت کشید به باد نره، مثل واسه من که الان این همه زحمت کشیدم و جونم اصلا نگاه نکردم، همینطور پریدم تو سولاخ. پس همیشه یادتون باشن اگه 3 تا 5 باد 3 تا تیکه چوب فربری شده از چی میگن اسم که درست میکنین از اونا داشتین، حتما یه تخت بسازید و چی کنید دیگه، روش کلیک کنید که اگه از اونجایی که به دنیا اومدین چی کردین، از اونجایی که اومدین تو بازی دورین چی نشه. فکرم ببینم اول ببینم اینجا هر چی زحمت کشیدین آهنه واقعا هر چی زحمت کشیدین چی نشه به بود نره. خب دیگه فکر کنم دیگه به آخرای ویدیو نزدیک شدیم، چون آخر اصلا نمیدونم باید کدوم طرف برم تا اینکه برسم به اونجا. پس اینم دیگه از این ویدیو فهمیدیم که هیچ وقت از اونجایی که اومدیم وقتی دور شدیم، از هیچ وقت یعنی همیشه وقتی از اونجایی که تو بازی اومدیم دور شدیم بعدش هم 3 تا 5 داشتیم با 3 تا تیکه چوب یا 3 تا تیکه چوب، حتما یه تخت بسازیم اونجایی که هستیم که هرچی زحمت کشیدیم به باد نره. مثلا من دیدین دیگه این همه کندم، این همه رفتم اینجا رو گشتم، نه ویلیج پیدا کردم نه هیچی. بعدش هم رفتم یه قاری چیزی نه اصلا چی بود تو حالا ندیده بودم. مثلا از این ریل تورا هست توی چی هست بیابون شبیه اونجا بود، رفتم از اونا پیدا کردم که اصلا نمیدونم چی بود. بعدش دیگه مردم و هرچی زحمت داشتیم به باد رفت دیگه. همه 44 شده، آره 4 دقیقه شده. خب دیگه یکم منظره رو نگاه کنیم. خانم حسن سرد میخوام یه کار باحال بکنم. سرتون یه جن رفت. خب دیگه بابا تا آخر ویدیو اومدی حتما دکمه کوچولو موچولو سابسکرایب رو بزن دیگه، تا اینجا دیدی دیگه لطفا بزن دیگه. چطوری باید بگم؟ به چه زبون باید بگم؟ انگلیسی هم که بلد نیستم، هیچ زبونی بلد نیستم جز ایرانی. حداقل بزن دیگه اون دکمه کوچولو موچولو رو بنازو. خب همیشه واسم سوال بود چی یعنی دست باشم با یه لحظه نشد من بیفتم با این نمیرم. سلام برو بالا. هدفمون 2 تا دایموند بود ولی پیدا نکردم. اینا بالا بله اینا. خب خداحافظ. تو نهنگ میاد. ایوا سلام خداحافظ. خب فعلا میریم تو خشکی یکم منظره رو نگاه میکنیم و ویدیو تموم میشه.
فردا دوباره یا پس فردا دوباره میبینمتون. مدرسه هم که داره بود یه از این آبیا که فقط نمیدونم به چه دردی میخوره. حالا این همه کندم به اینا میرسیدم. خواهم هیچ وقت دوست ندارم به اینا برسم، چون خاطر اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره. وقتی باشه رنگ درست کنی باید مکعب آبی که نمیدونم اصلا چیه، تا اصلا درست نکرده. به خورشید غروب و غروب خورشید نگاه میکنیم. ببینید چقدر زغال داره، چقدر مثل به درد نخور داره. یه جوک بگم؟ البته نه نمیخوام بگم، دوست ندارم اون جوک رو، بدم میاد از اونقدر جوکه. خب دیگه ما کم اینجا رو میچرخیم این جزیره روبرویی ببینیم چی داره، بعدش هم بیله میشیم. چیه چوب اینجا چی میگه یا حسین؟ تو انگار درخت بوده، مثلا انگار خشکی بوده تبدیل به آب شده، زیر آب. چه خوشگله. فقط من در ضمن آخر بازی یه توضیحاتی بهتون بگم. میدونستین اگهش از این شنا بکنین و بذارید توی کوره بپزه، اونایی که اصلا نمیدونن، و از این شنا رو بذارید توی کوره بپزه چی میشه؟ میشه شیشه. پس این واسه من خودم یه ماه پیش 2 هفته پیش را یاد گرفتم. من به شما میگم که بدونید، چون خواستم بلد نبودم. مثلا میرفتم تو خونه روستایی میگفتم اینا چطوری درست میکنن، اینا شیشه رو چطوری درست میکنن. بعدش هم از مامانم و خواهرام و اینا میپرسیدم شیشه رو چطوری درست کنن. ببخشید بچه‌ها یه لحظه پرید بیرون، گفتش شارژ گوشی شما بسیار کم است، خاطر همین ویدیو شما ذخیره میشود، پاک نمیشود، بخاطر همین قطع شد. حالا من این آخرش هم اضافه میکنم به چی دیگه. فعلا خداحافظ تا فردا. توضیحاتی که دادم حتما یادتون باشه.